سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. ادعای تازه انستیتوت بین‌المللی صلح و اقتصاد. این انستیتوت میگوید رویدادهای تروریستی در افغانستان کاهش یافته. ادامه نگرانی‌های جهانی در رابطه با تهدیدات تروریستی از افغانستان. قرار است منابع ایالات متحده برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی از افغانستان بسیج شوند. و کشته و زخمی شدن بیش از 50 تن در نتیجه حملات اسرائیل بر سوریه. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. انستیتوت بین‌المللی صلح و اقتصاد میگوید که رویدادهای تروریستی در افغانستان کاهش یافته است. یافته‌های انستیتوت مذکور نشان می‌دهد که سال گذشته در افغانستان بر اثر حملات تروریستی شمار اندک کشته شدند و به این اساس 80% رویدادهای تروریستی در کشور کاهش یافته است. از سوی دیگر کارشناسان میگویند که پس از حاکمیت مجدد امارت اسلامی گروه‌های تروریستی سرکوب شدند و فعالیت آنها به صفر رسیده است. با وجود آن که به شمول امریکا و شماری از کشورهای غربی از موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان نگرانی کردند، اما انستیتوت بین‌المللی صلح و اقتصاد در گزارش تازه خود از افغانستان یاد کرده است که از سال 2022 تا سال 2023 نسبت به هر زمان دیگر حملات تروریستی در آن کاهش یافته است. بر بنیاد این گزارش در 2 سال گذشته 519 رویداد تروریستی در افغانستان کم شده است. بر اساس گزارش این نهاد در 2 سال گذشته در افغانستان نسبت به سالهای گذشته 75 تا 85% رویدادهای تروریستی کاهش آمده است. در این گزارش خشونت، شکنجه و سایر رویدادها در افغانستان را شامل نکرده ایم که از سوی حکومت پیشین و حاکمان کنونی انجام شده است. در افغانستان از سال 2007 به این سو 18624 تن در رویدادهای تروریستی کشته شدند که از سال 2023 به این سو 67 رویداد این تعداد به 119 تن کاهش یافته است. در سال 2023 همچنان 229 تن زخمی شدند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند که مبارزه حکومت سرپرست در برابر گروه‌های تروریستی موفق بوده و به گفته آنان فعالیت گروه‌های تروریستی در کشور یا به صفر رسیده است و یا هم به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. خو په هر حالت باندې تر ډیره بریده پورې کم نړیوال راپورونه چې خپاره سوي دي چې رښتیا هم تر ډیره بریده حقیقت ته نږدې دي چې د تیر په پرتله باندې اوس په افغانستان کې سراسري سوله او امنیت شتون لري. الحمدلله تیر ته په کتو سره د ترهګرۍ پر ضد باندې په افغانستان کې کوټلې مبارزه شوې ده. په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه کم شوي دي. ولې زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت خپلې د ترهګرۍ ضد هڅې او ګامونه له نړیوال ټولنې سره همغږي کړي، خو دا به هغه وخت کې مؤثر او ګټور وي کله چې د افغانستان حکومت له نړۍ سره رسمي تعامل ولري. نو بنان په کار دا ده چې موږ له نړۍ سره د رسمي تعامل په برخه کې کار وکړو تر څو د ترهګرۍ نامنۍ پر وړاندې هم افغان هڅې غښتلې وي. در این گزارش انستیتوت بین‌المللی صلح و اقتصاد حمله گروه حماس بر اسرائیل نسبت به همه بزرگترین حمله تروریستی خوانده شده که در آن 1200 تن کشته شدند. آمریکا با نقش پاکستان برای مبارزه با چالش‌های امنیتی در منطقه همکاری می‌کند. جو بایدن در نامه‌ای که به شهباز شریف فرستاده است تعهد نموده که از پیشرفت در بخش ثبات، اقتصاد، تعلیم و حقوق بشر در پاکستان حمایت می‌نماید. از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند که آمریکا و غرب از آدرس پاکستان اهداف سیاسی خود در منطقه را دنبال می‌کنند. رئیس جمهور امریکا در نامه خود که توسط سفارت این کشور در اسلام آباد به نخست وزیر جدید پاکستان ارسال کرده است، تاکید نموده که امریکا در منطقه و جهان از پاکستان در مقابل چالش‌ها حمایت می‌کند. در نامه علاوه بر این از اقتصاد و بخش تعلیم در پاکستان حمایت شده است. همکاری و روابط دوجانبه با پاکستان برای منطقه و جهان نیز مهم خوانده شده است. دوستی همیشگی دو کشور امنیت و ثبات مردم و جهان را تأمین می کند. امریکا در منطقه و جهان از پاکستان در مقابل چالش‌های تأثیرگذار حمایت می کند.
امریکا به همکاری خود در بخش پیشرفتی‌های اقتصادی، تعلیمی و اعاده حقوق بشر در پاکستان ادامه می‌دهد. از سوی دیگر بدون واکنش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این نامه را در صفحه ایکس خود نیز نشر کرده است. از سوی دیگر شماری از کارشناسان میگویند که امریکا اهداف سیاسی و استخباراتی خود را در منطقه از آدرس پاکستان پیش میبرد و میگویند ارزش پاکستان برای امریکا و غرب بر اساس این اهداف بیشتر از سایر کشورها است. زه ویلی سم پاکستان د ایجاد نه تر دغه نه پورې د غربي نړۍ د استخباراتي او سیاسي پروګرامونو د مخته وړلو لپاره په دغه سیمه کې جوړه شوې ده. د غربي نړۍ د دښمنۍ له ادرسه چې د روسانو سره لري، په دغه سیمه کې د روسانو د ځپلو او د روسانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره چې څنګه دوی د ګرمو اوبو مخه یې ونیوله او اتحاد جماهیر شوروي په روسیه مبادله کړله او په زمین کې د عربي نړۍ کې د روسانو نفوذ مخنیوی وکړ. از سوی دیگر شماری از کارشناسان میگویند که این گونه روابط امریکا با پاکستان روی رابطه کشورهای منطقه با پاکستان تاثیر میگذارد. دا موضوع یا د حالات نور هم سره پیچیدلی کی او دا به نور هم سره کشاله دار کی څوک د پاکستان ګاونډیو سره دي که په پاکستان کې داخل حالات هم دي. دا ملاتړونه به وکولای شي چې د پاکستان داخلي او خارجي پالیسي متضرر کړي. حدودو ارتباطات به ګاونډیانو سره و همچنان په داخل کې خپل ملتونو کې هم د نفاق سبب شي. حکومت ائتلافی جدید پاکستان که تقریبا یک ماه پیش تشکیل شد و با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصاد متزلزل مواجه است، برای اولین بار رئیس جمهور امریکا با آن همکاری در برخی زمینه‌های سیاسی و اقتصادی را تضمین کرد. سلسله رنگ نمودن تاکسی های شهری و ترافیک در هرات، دایکندی و ولایت غربی آغاز شده است. مسئولین ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخله هدف از رنگ نمودن تاکسی ها را ایجاد نظم در شهر و افزایش عواید دولتی می‌خوانند. از سوی دیگر رانندگان تاکسی در هرات میگویند به دلیل وضعیت بد اقتصادی توان رنگ نمودن تاکسی های خود را ندارند. با دوام رنگ نمودن تاکسی ها از رنگ زرد و سفید به فیروزوی سفید، سلسله رنگ نمودن تاکسی ها در ولایت هرات، غور، بادغیس، نیمروز، فرا و دایکندی هم آغاز شده است. مسئولین میگویند که تصمیم مذکور را به هدف ایجاد نظم در شهر و افزایش عواید دولتی اتخاذ نمودند. به گفته مسئولین هر موتر تاکسی به هزینه حدود 9000 افغانی از سوی شرکت قراردادی رنگ می‌گردد و اگر کدام راننده تاکسی از این تصمیم سرپیچی نماید پس اجازه فعالیت به آن داده نمی‌شود. کسی که می‌خواهد در ترانسپورت فعالیت کنه به نظم ترافیکی بیایه، او می‌خواد یا نمی‌خواد باید قوانین ما را قبول کنه. ما کلمه اجبار استفاده نمی‌کنیم. کسی که می‌خواد فعالیت کنه که ترافیک و ترانسپورت خوش آمدید برش میگیم و در قبال از دیگه قوانین که مراعات میکنه این باید مراعات کنه و مکلف است که تماما وسایط که به تجدید جواسر یا به اخذ جواسر نمبلپدید مراجعه میکنه تا زمانی که رنگ از رنگ زرد و سفید به رنگ فیروزه‌ای تغییر پیدا نکنه معاینات تکنیکی از صورت نمیگیره و جواسر از تجدید نمیشه. از سوی دیگر رانندگان تاکسی در هرات از این تصمیم ریاست ترافیک شکایت میکنند و هزینه رنگ برای تاکسی را خیلی گران میخوانند. به گفته آنان به دلیل وضعیت بد اقتصادی توان پرداختی حدود 9000 افغانی را برای رنگ نمودن موتر ندارند و از مسئولین میخواهند تا هزینه مذکور را در چند قسط از آنان مطالبه نماید. ما از صبح بیرون میشیم تا نماشم 300 روپیه درآمد نداریم. امی یک رقم میشد که حداقل چندین سال میشه مثلا امی رنگ است، امی رنگ وجود داره که امی رنگ هم اگر که تغییر رنگم میدم حداقل بشه که یک قسمتی کنم، یک بارگی امی رنگ مثلا پول از ما تحویل نگیرم یا کمتر کنم یا قسمتی کنم، مثلا به مرور زمان ماهانه مای 2000 یا 3000 مثلا ماهانه تحویل گیره. تاکسی 9100 روپیه میگیره رنگ میده، با کوبی کشی داره، چراغ داره، پمپر داره، کلا 30000 میخوره. 17500 که جوارسر نکنی کلا 50000. با حدود ما به سال 50000 کار نمیکنیم بالا اینا. نه کار یعنی غریبی بگم. قابل یادآوری است که بر بنیاد معلومات مدیریت ترافیک هرات حدود 6000 تاکسی در این ولایت فعالیت دارد.
سال گذشته حدود 36,000 کودک در ولایت خوست متولد شدند. مسئولین میگویند که این کودکان علاوه بر شفاخانه، دکتر بدون سرحد در مراکز صحی این ولایت تولد شدند. با آنکه مسئولین سطح مرگ و میر مادران و کودکان در این ولایت را نزدیک به صفر میدانند، اما باشندگان محل میگویند که مردم مناطق دورافتاده به خدمات صحی نسای ولادی دسترسی کامل ندارند. این زایشگاه در ولایت خوست از کسای دکتران بدون سرحد تمویل می شود که در آن علاوه بر بخش نسایی ولادی خدمات صحی عاجل نیز ارائه می شود. این مرکز صحی در این ولایت برای ولادت‌های عادی و اختلال‌های ولادی کار می کند و هر ماه به صورت میانگین برای حدود 1800 خانم باردار زمینه ولادت مسئول را آماده می کند. نو په اوسط ډول په هر میاشت کې 4000 میندې مراجعه کوي. د هغې جبرانه 1800 په اوسط ډول ولادتونه ترسره کیږي چې د ورځې شپږ ولادتونه راځي او که په ساعتي محاسبه کو په 2 ساعتو کې 15 ولادتونه ترسره کیږي. تیر کال په مجموع کې 19000 ولادتونه ترسره شوي دي. دکتران بدون سرحد در سال گذشته برای حدود 20,000 زن باردار زمینه ولادت مسئول را مساعد کردند. مسئولین صحی ولایت خوست میگویند که به شمول شفاخانه دکتران بدون سرحد حدود 36,000 کودک در سایر مراکز صحی این ولایت متولد شدند. د ټول خوست په سطحه مونږ 114 روغتیایي مرکزونه لرو چې په هغې کې منظم د نسایي ولادي خدمات ترسره کیږي. په دې ټولو روغتیایي مرکزونو کې مونږ په تیر یو کال کې شاوخوا 18 ځله ولادتونه ترسره کړي دي چې د جملې زر ولادتونه عملیاتي ولادتونه دي. با آنکه باشندگان محل از خدمات ولادی توسط دکتران بدون سرحد در خوست راضی هستند، اما در این حال تقاضاها وجود دارد که این خدمات در ولسوالی ها نیز ارائه شود تا مادران و کودکان نوزاد در مناطق دورافتاده از خطر محافظت شوند. دیگه خدمات یعنی شفاخانه مریض دارم فعلا در شفاخانه مریض دارم در داخل است که مشکل نیست. بیخی کیفیت شفاخانه بیخی خوبش است. این مریضای بعد خصوصا ولایت خوست بسیار خوبش است. ټول افغانستان کې به انتقال شي په هر ولایت کې بیا که هر ولایت انتقال نشه باید ولسوالۍ ته باید حتما څانګې وځغېږي. دلته موږ ستونزه 100% مخامخ یو چې موږ د مساخلو نه راځو. مساخل نه 30 کیلومتر لار ده، لار خرابه، د اقتصادي ستونزې زیاتې دي، موټر نه پیدا کیږي هلته. با آنکه وزارت صحت عامه سال گذشته از کاهش 80% در مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور خبر داد، اما شماری از سازمان‌های بین‌المللی افغانستان را به دلیل دسترسی نداشتن مناطق دورافتاده به خدمات معیاری نسایی ولادی از جمله کشورهای خواندند که مادران و نوزادان در آن با خطر مرگ مواجه‌اند. بسیاری از خانواده ها در کابل وجود دارند که برای روز افطار توان تهیه مواد خوراک را ندارند. در اینجا بر سر جاده ها کسان دیده می شوند که تمام روز برای پیدا کردن کار انتظار می کشند و نمی توانند از این طریق ضروریات خانواده هایشان را مرفوع سازند. شمار از شهرنشینان بر توزیع کمک های بشری از سوی نهادهای خیریه و جهانیان انتقاد می کنند و ادعا دارند که کمک های مذکور به جای مستحقین بالای دیگران توزیع می گردد. فقر و بیکاری در کشور موردند که بسیاری از کودکان، جوانان و موسفیدان را برای مرفوع‌سازی احتیاجاتشان وادار به کارهای شاقه نموده است. سازمان‌های جهانی، افغان‌های مقیم در خارج، تجاران و نهادهای کمکرسان در داخل در صدد این هستند که وضعیت اقتصادی روان در کشور را تا حد مهار نمایند. اما بسیاری از هموطنان ما که نیاز به کمک دارند شاکی هستند و میگویند که کمک‌های سپرده شده به دست دیگران با امانتداری تمام به دست آنان نمیرسد. آنان از کمک کنندگان میخواهند تا کمک‌هایشان را به افراد قابل اعتماد بسپارند تا با امانتداری تمام به دست آنان رسانده شود. همین کسایی که در خارج است که پیسه رایی میکنه سر همون کسایی که اعتماد داره. من ایره دیدگیستم در کاغذ نوشته است 11000 افغانی، در بین کاغذ بوده 400 افغانی. من برایشان امیر میگم من صدای مرا میشنوند که بلیاد خدا سر همون کسایی که اعتبار 100% داره پیسه رو رایی کنه. نام بدر میگه شاه میبخشه فلانی نمیبخشه. این پیسه رو دینمی جام قیچی میکنن از بغلش میزنن. این مردم را که میبینی ری سفید موی سفید کلگی برآمد از این اونم کسایی هم که پیسه رایی میکنن از خارج خدا از وره قبول میکنه. منتها این کسایی که در حیاتشان سیاستشان اعتبار داره این همین نصف پیسه را میزنن. کورو ګرځي کور په کورو ګرځي ورو جاله غادي پوښي چې کوم مستحق دی هغه ته دی ورکړي وروره چې کوم مستحق دی پوښي نو هغه خلکو ته ورکړي ورو جاله غادي چې د هغې ځامن بار ملکونو کې دي ورو جاله غادي موټرې چلېږي ورو جاله بلډینګونه لرې نه ښکاري ورو جاله غادي مرستې هغه خلکو ته ځي.
در کل از تجاران، نهادهای کمک رسان و سایر کمک کنندگان خواسته می شود تا در ماه مبارک رمضان تا حد زیادی از افغانهای نیازمند دستگیری نمایند. کمک کنندگان می گویند که به اندازه توان خود تلاش می کنند تا در این ماه کمک‌های خود را افزایش دهند تا با فرارسیدن عید سعید فطر بتوانند از افغانهای نیازمند دستگیری کنند. اول خو زه نه وایم چې زموږ تجاران کومکونه کوي، خو زه چې ورته ګورم که تجار خپل د الله جل جلاله طرف چې کوم زکات پر ده باندې شته که هغه ورکړي فقراو ته انشاءالله زه هم زموږ په وطن کې به په هر ولایت کې فقیر به نه وي، خو زموږ متاسفانه داسې تجاران شته چې خپل زکات هم نه ورکوي. زکات باید ورکړي، خیرات باید ورکړي، او همچنان د اسلامي امارت مسؤلین څخه خواهش دا دی چې دغه فقراو او غرباو ته دوی توجه وکړي، څه لاسنیوی وکړي پروژه کې یا که روژه یې کني د دې لاسنیوی باید وکړي، تجاران په دغه عرصه کې تشویق شي. نو دا د ملت او د حکومت تجار دا ټول سره یو دي، په ګډه باید د دغه خلکو څه نه څه کمک باید ورسره وشي. اما مسئولین وزارت اقتصاد میگویند که کمک‌های خوراکی و نقدی در کشور نمیتواند مشکلات مردم را مرفوع سازد و در تلاشند تا برای نیازمندان زمینه کاری را فراهم نمایند. آنان تاکید بر حل این مشکلات به طور همیشگی دارند. برنامه‌های ما برای کاهش فقر و ناداری راه‌اندازی پروژه‌های اشتغالزا هست. ما کمک‌های بشردوستانه و نقدی را راه حل نمی‌دانیم. ما می‌خواهیم که از نظر ساختاری کشور ما به طرف خودکفایی حرکت بکنه و اشتغالزایی صورت بگیره. نگرانی‌های مردم بابت افزایش بیکاری و عدم شفافیت در توزیع کمک‌ها در حال ابراز می‌گردد که قبل از این سازمان ملل سطح فقر را در کشور 93% خوانده بود. چند خبر مهم از جهان. در نتیجه حملات اسرائیل بر سوریه بیش از 50 تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های اسرائیل روز گذشته حملات هوایی را در سوریه انجام داده است که در نتیجه آن 36 سرباز سوریه و 6 عضو مسلح حزب الله در آن کشته شدند. در این حملات از زخمی شدن ده‌ها تن نیز گزارش داده شده است، با آنکه حزب الله کشته شدن افراد خود را تایید نکرده، اما گفته است که در حملات هوایی 36 سرباز سوریه کشته شدند. از سوی دیگر مقامات اسرائیل بر ادامه حملات خود تاکید کرده و افزوده است که مواضع حزب الله در دمشق، بیروت یا سایر مناطق هدف قرار می‌گیرد. در حملات تازه اسرائیل بر غزه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. مسئولین صحی غزه گفتند که اسرائیل به منطقه الشجاعیه، کمپ المغازی و بیت المقدس حملات را انجام داده است. به گفته مقامات در این حملات 30 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر سازمان ملل که روز گذشته قطعنامه آتش بس در غزه را تصویب کرد، از اسرائیل خواسته تا راه ارسال کمک‌های بشری را به غزه باز کند. با این همه نخست وزیر اسرائیل میگوید که برای آزادی گروگانان با گروه حماس مذاکره میکند. و خبر اخیر این که بانک جهانی 1.5 میلیارد دلار به اوکراین قرض می‌دهد. مقامات این کشور گفتند که این پول که حدود 7 میلیارد هریونی یا پول اوکراین می شود بیشتر روی تقویت نیروهای اوکراین مصرف خواهد شد. این کمک به اوکراین در حال داده می شود که لایحه کمک 61 میلیارد دلاری آمریکا در کنگره این کشور گیر مانده است. پیش از این رئیس جمهوری این کشور برای دریافت 9 میلیارد دلار از بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا موافقت کرده بود. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.